خب بریم برای نصب نرم افزار. میایید تو کرومتون، خب اینجا جستجو میکنید نت بازار، میایید وارد نت بازار کرومتون میشید. ببین بچه اینجا من قبلا این آموزشو دادم. اینجا شما وقتی اسم وی پی ان پالادین وی پی انه، اینجا هم میبینیدش پالادین. لازم نیست چیز بزنید، اینتر بزنید، پالادین. ببخشید اینجا یه فاصله بدید بین پالادین، اینطوری بنویسید. خب اینطوری بنویسید نمیاره براتون. بعد چی کار کنید؟ نباید بین پالادین و وی پی ان فاصله باشه، اینطوری بنویسید. میبینید اولین چیزی که آورد پالادین وی پی ان، افزودن به کروم شما میزنید. پس چی شد؟ بدون هیچ چیز اینجا گزینه میزنید در حال بررسی. حالا شاید واسه شما به انگلیسی باشه ولی همینه. اکستیشنش رو نصب میکنید. بریم ببینیم چی میشه. در حال بررسیه. این مرحله بیشتر اوقات بین 1 تا 2 دقیقه طول میکشه. اینجا الان فایل دانلود شد واسه من. اینجا میبینید یه فایلی واسم دانلود میشه. خب و اینجا اکستیشنش واسم نصب میشه. حالا سریع انتقال پیدا میکنه تو سایت خود paladinvpn.com. شما اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا چون به احتمال زیاد دو را چیز داره، به احتمال زیاد مستقیم یه فایلی میاد که واسه شما داره نصب میشه، اونو نصب کنید. اگه نیومد میایید چیکار میکنید؟ اینجا اکستیشنش رو فعال میکنید، یعنی کانتکت رو میزنید. اینستال. میبینید وقتی بخواید کانکت شید خودش اینستال رو میاره. اینجا یه فایلی رفت واسه من دانلود شد. همینطوری که بهتون گفتم برید، خب بخواید بسید خودش فایلش رو میاره، لازم به استخراج کردنش هم نیست. و الان من اینا پالادین وی پی ان رو الان اینجا نصب میکنم. خب بعد یه نکته هم بگم بچه ها، من الان دارم با وای فای میرم، با نت ایرانسل نشد، رسما با نت ایرانسل کار نکرد. حالا شما امتحان کنید با نت همراه اول، حتما تو کامنت ها بنویسید نظرتون رو بگید. این وی پی ان واقعا الان با وای فای هم تست میگیریم، داره دانلود میشه، نیازی به حالت فشرده خارج کردن هم نیست، خودش اتوماتیک نصب میشه. خب الان داره لودای آخرشه، حدود 1 دقیقه طول کشید. من 1 دقیقه فقط ویدیو رو پاس کردم. خب و بیشتر طول نکشید. اینم میخواستم بهتون بگم که اگه به مشکل خوردید بدونید کلا 1 دقیقه تا 2 دقیقه طول میکشه و من 1 دقیقه تا 2 دقیقه ویدیو رو پاس کردم. من بهتون بگم. خب بریم، داره نصب میکنه. این استالینگ داره نصب میشه، داره نصب میشه، داره نصب میشه. خب نصب شد و اینا پالادین وی پی ان. این علامت سپر اومده که زیاد مهم نیست. اینجا 2 تا حالت داره، نگاه کنید. اگر اینجا پالادین وی پی ان رو اجرا کردید، خب الان من اینو حذفش کنم. نه کجاست؟ خب اینجا پالادین وی پی ان رو ما اجرا کنیم. خب اگه مداد اینجا قبول نمیکنه مداد رو، خب بده با مستتون نشون میدم. ببینید اینجا اوپن رو بزنید. اگر نیاورد خب چیکار میکنید؟ میان اینو میزنید، ولی با این میاره، واسه من میاره. ویندوز 7 و ویندوز 8 و اینا هم نمیخواد، خودش اتوماتیک ویندوز رو شناسایی میکنه، متناسب با ویندوز نصب میشه. خب این از این. الان خب اینجا یه سرور انتخاب میکنید، از اینجا تا چیز داره. این چرا حذف نمیشه؟ حالا یه سرورهای کانادا و ایناش خوبه، همه سروراش با وای فای وصل میشه.
خب وصل شد. میایم توی کلا 30 ثانیه طول نکشید، من 30 ثانیه ویدیو رو پاس کردم. اینم همین امروز این چیزو نصب کردم و واقعا نمیدونم این چجوری میره. آها پاک کنش اینجاست، رفت. خب میام اینجا یوتیوب. الان من جستجو کردم چون ما تو یوتیوب بیشتر سر کار داریم و ببینیم یوتیوب چجوری میاره. سلام. یه سوالی که خیلی زیاد بچه‌ها از من پرسن توی این مدت این هستش که ما می‌خوایم محتوا تولید کنیم، به فارسی تولید کنیم یا به انگلیسی تولید کنیم، یا اینکه میتونیم دیگه الان نه نیازی به این دارید پنجره‌هاشون رو ببندید دیگه. راحت شما کلا تو 5 دقیقه 6 دقیقه یه وی پی ان نصب کردید. خیلی ممنون. لایک و کامنت و فالو سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه.